Я хочу сказать ему, что я 18 лет. من میخوام برایش بگویم که 18 سال به پدر محتاج بودم اما او را نداشتم. دلم برایش تنگ می شود. هرچند او را نمیشناسم اما یاد میکنم. خیلی زیاد میخواهم او را ببینم و همراهش صحبت کنم. Я очень сильно хочу его увидеть. این خطاب مدینه به پدر توجیکش است که سالهاست آرزوی دیدارش را دارد اما میگوید تلاش‌هایش هنوز نتیجه ندادند. مدینه حاصل زندگی کوتاه دو مهاجر است که در اوایل سالهای 2000 برای پیشبرد زندگی یکی از مولدووا و دیگری از تاجیکستان به مسکو آمدند. با گذشت وقت و تقاضای تقدیر راهشان از هم جدا شده است اما زجر این جدایی را حالا قهرمان نوبتی برنامه روزگار مهاجر میکشد. سلام دوستان عزیز. چند پیش جوان دختری برایم نامه نوشت و درخواست کمک کرد. گفت پدرش را سراغ دارد و میخواهد توسط برنامه ما حرف دلش را به گوشش رساند. مدینه میگوید مادرش رودیکا دسکال و پدرش نظرعلی رحیموف نام دارد. او عکس یگانه خود را با پدرش نشان داد که آنجا همگی 3 ماه است. مادرم نقل کرد که با پدرم در جای کار در روسیه شناس شده است. هر دویشان در ساختمان کار میکردند. وقتی من به دنیا آمدم نمیدونم بابا و یا بیبی پدریم درگذشت و پدرم به تاجیکستان برگشت. مادرم را از جای زیستش راندند و ما به مولدووا آمدیم. پس آن مادرم مرا اینجا گذاشت و خودش به روسیه برگشت. پدرم به دیدن من به مولدووا آمد و آنجا 3 ماه همراهم بود. با همین دیگر رفت. مدینه گفت درباره توجیک بودنش اولین بار از پدراندرش فهمید. پدراندرش او را زیر ملامت و فشار روانی قرار داده طعنه میکرده است و میگفته است بگذار پدری توجیکت را نگاه و بین کند. زمانی که پدراندرم به عائله ما آمد من 5 ساله بودم. مادرم به من گفت مدینه تو میخواهی که پدر داشته باشی. این پدری تو میشود. من هم او را پدر نام بردم. ولی وقتی بیبیم این را شنید برایم گفت او پدر نیست و هیچگاه او را اینگونه نام نبر. از همان سالها من در فکر فهمیدن حقیقت شدم. پدراندرم با من مناسبت بد داشت و با من میگفت که پدری تو تاجیک است و تو هم به مثل او تاجیک هستی. با ما مانندی نداری. رنگ پوست دیگر است. برای من این گپ‌ها خیلی سخت میرسید. با مادرم نیست. هر دفعه که او می نوشید من مجبور می شدم از خانه برآمده روم. من درباره پدرم از مادرم زیاد می پرسیدم. او به من گفت که نام پدرم نظر است و او از مادرم 10 سال کلان بود. مادرم حالا 45 سال است. مادرم نقل کرد که پدرم عائله‌دار و صاحب فرزند است. همسرش از دنیا گذشته است. مادرم حتی نام فرزندهایش را می‌داند. طور مادرم میگوید من نسخه پدرم هستم. چشمانم از اوست. Мама всегда говорит, что Назар. Ты вся на него похожа. مهاجرت موثر کوری از تاجیکستان به خارج تاریخ نزدیک 13 ساله دارد و تا دوردستترین گوشه های کشور را فرا گرفته است. در پسمنظر نیازمندی جامعه به پول مهاجران این نکته که سرمایه مهاجر کوری به قیمت فروپاشی عائله ها و بپرستار ماندن کودکان به دست می آید از بحث‌ها دور ماندند. تنها در ابتدای ماه ایون با مساعدت کنسولگری تاجیکستان در روسیه 4 کودک تاجیک که بپرستار مانده بودند به وطن برگردانده شدند. قهرمان برنامه ما تا 16 سالگی در تربیت مادر کلانش بود. مدینه نه مهر و آغوش کافی مادر را دیده است و نه چهره و کتفان پدر را تا تواند روی آنها تکیه کند. میگوید همیشه به امثالانش حسد میبرد و زیاد اشک میریخت. Я и ни любови отца не знала, и любови мамы не знала. من مهر پدر و مادر را ندیدم. همیشه تنها بودم. دیدن اینکه دیگران پدر و مادر دارند ولی من نه بسیار دشوار است. او به روسیه برای کار کردن می رفت. من او را در چیزی گناهکار نمی کنم اما پدرم بار هم زنگ نزد و به سراغم نآمد. وقتی من 10 سال داشتم پدرم با تلفن خانگی به مادرم زنگ زد و احوال پرسی کرد و از او یک شانس دیگر برای زندگی یک جای خواست ولی مادرم در جواب گفت که با یک مرد دیگر زندگی دارد. با همین پدرم دیگر زنگ نزد. سرنوشت مدینه شبیه هزاران فرزندان مهاجرین تاجیک است که با وجود داشتن والدین
حضور آنها را در زندگی کم احساس می‌کنند. زندگی طولانی در کشور بیگانه و در محیط فرهنگی بیگانه بعضی مهاجران مهنتی را به زن و فرزندانش در تاجیکستان نیز بیگانه می‌کند. آنها در ابتدا به عائله‌های خود کمک مالی می‌رسانند، بعداً با تأخیر پول می‌فرستند و در نهایت امر از مسئولیت نگاهبینی زن و فرزند دست می‌کشند. مدینه گفت مادر او از پدرش خاطرات خوب ندارد و هیچ وقت برای یافتن پدر برایش مساعدت نکرد. از این رو او چندین دفعه کوشش نمود خودش مستقلانه پدرش را پیدا و با او راضی دل کند. Я 4 года ищу его и не могу найти. 4 سال می شود که پدرم را می جویم اما پیدا کردن نمی توانم. وقتی در صنف 9 می خواندم به یک شناس تاجیکم درباره پدرم نقل کردم. نام و نسب و سن و سالش را گفتم. آن زمان در کجا زندگی کردنش را نمی دانستم. او یک صبح برایم نوشت که پدرم را پیدا کرده است. من پرسیدم او در قید حیات است؟ او گفت بله زنده و سلامت است. با پدرم درباره من نقل کردند. وی گفته است واقعا هم صاحب دختر است اما او را در یاد ندارد. پدرم گریه کرده است. برای پیدا کردن من منتداری نموده است اما بعد یک روز گفته است که بهتر می بود اگر مرا نمی یافت. من خواهش کردم که رقم تلفنش را برایم بدهند ولی وی گفته است که نمی خواهد با من صحبت کند. او می ترسد و چی گفتنش را نمی داند. با من علم‌آور بود چون که من هم می خواهم پدر داشته باشم. برایش رقم های مرا دادند اما او یکم بار زنگ نزد. Они дали мой номер телефона, но он не позвонил. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. مدینه مکتب میانه را پورا تمام نکرده است زیرا مادرش گرفتار بیماری سرطان شد و او خواندن را ترک کرده و به کار درآمد. حالا چون دوزنده کار میکند. او میگوید در زندگی کمبودی ندارد. تنها از نرسیدن پدر عذاب میکشد و از همین خاطر او را میجوید. Чтобы узнать его, чтобы поговорить с ним, чтобы می خواهم او را ببینم، از نزدیک آشنا شوم، همراهش صحبت کنم، در آغوش بگیرم. شاید او هم می خواهد مرا ببیند. از او به من چیزی لازم نیست چون همه چی را دارم. من روزی از مادرم پرسیدم باید چیکار کنم که پدرم به مولداوا بیاید؟ برای این کار با من باید چی حادثه رخ بدهد؟ مادرم گفت به توی عروسیت دعوت نما، آنگاه او می آید. طور حیات نشان می‌دهد تقدیر هر نفر با مرور وقت جابجا می‌شود. مدینه هم سفر حیاتیش را پیدا کرده است. تنها منتظر آن است که برای ازدواج دعای پدرش را بگیرد. وی امیدوار است شاید با گذشت 18 سال پدرش بالاخره در خود جرأت پیدا می‌کند و از احوال فرزندی چشم بر راهش پرسان می‌شود. او می‌گوید پدرش که بزرگ شدنش را ندیده است، حداقل در توی عروسیش در کنارش باشد. شاید با دیدن این نوار پدر مدینه از خود درک خواهد داد. در واقع اگر دو نفر با کدام سبب تصمیم میگیرند از هم جدا شوند، نباید فرزندان آنها قربانی وضعیت گردند. کودکان بیگناهند و دست کشیدن از آنها و شکستن تقدیرشان قیمت گران دارد. فراموش نباید کرد به دنیا آوردن فرزند این قهرمانی نیست بلکه مسئولیت است. این گفته ها رو با مصرع‌های زیر خلاصه میکنم. در جهان بی‌مروت مانده زارم ای پدر، در لب دریای شوخ کشتی سوارم ای پدر. بی تو ماندم در میان موج طوفان بلا، هر طرف دریا برد نااستوارم ای پدر. مانده دل از پیچ و تاب موج دریای حیات، زندگی هر دم برد بر سوی دارم ای پدر. هر هدف هایت به سویم پشتیبانی نیست مرا، تکیه‌گاهم نیست حالا در کنارم ای پدر. با امید زنده یتیم نشدن فرزندان و تنصیحاتی هر یکی ما و شما، نشر نوبتی روزگار مهاجر را به پایان میبرم و البته انتظار قصه هایتان هستم. خدا نگهبان.